آهای اهالی فیلیتو، امروز میخواهم در زمینه اقتدارمان یک فیلی همی هوا بکنمی. چه خبر شده کت خدا؟ خالی بندی جدید چی داری؟ اینطور که شنیدم دشمنان کت خدا یک زیردریایی در نزدیکی فینیتو آورده میباشندی. قال اسمش چیست؟ اسمش جورج آبادی میباشندی کت خدا آقا. من جورج آبادی تعیین میکنم. من تو دهن این جورج آبادی میزنم. میخواهم امروز در حضور شما اهالی فینیتو این جورج آبادی را شکار کنمندی. با چی میخوای شکارش کنی کت خدا؟ با این تور ماهیگیری صیدش میکنم. زکی مگه میخوای ماهی قزلالا بگیری؟ شما هنوز اقتدار کت خدا را ندیده ای. کت خدا لااقل یه نگاهی به عکسش بینداز، شاید تصمیمت عوض بشه. به جای این حرف ها بیایید برویم تا نشانتان دهم که چطور میتوان یک زیردریایی دشمن را به دام انداخت. جنازه جورج آبادی را برایتان بیرون میکشم. قال این دیگر چه هیولایی است؟ این همون جورج آبادی است دیگر. تا زیر دریایی رو نگیریم آروم نمیگیریم. تا زیر دریایی رو نگیریم. آخر عاقبت قمپوز در کردنهای کت خدایی همین میشه. تو قاچ زین کت خدایی رو بچسب، صید زیر دریایی پیشکشه.